حالا توبیلوف از دهه پردارک با لباس ورزشی سفید با محمد غفران تاشیزاده از صاحبان میدان قوا آزمایی میکنند و هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. از همون کمیته جشن نوروزی خواهش میکنیم توپه رو بر وقت‌تر اعلام کنید. توپه اکثر سرکه از بیرون خواهش میکنیم، از بیرون با کار پهلوان ها دخالت نکنید. هزار رحمت برای آداب بلندی توبیلوف در این قوا آزمایی پهلوان شناخته دیار محمد غفران تاشیزاده غالب آمدند. 400 سومانی دیگر پلوی یکی آیله تاشفا مونده بودند. 400 سومانی دیگر هم محمد غفران صاحب شده محمد غفران. خب در مرکزی میدان محمد غفران تاشیزاده از صاحبان میدان با پهلوان دولت فیروز خوجه از دهه پردارک قوا آزمایی میکنند. من قبلا برای دهه پردارک، برای مردم دهه پردارک، برای دهقانان خاکپاش دهه پردارک، برای پهلوانانش عرض سپاس میکنم. برای این پهلوانان شناخته موافق خواهش خودشان پیله حساب نیست، هرچنده که این قانون اینا وارد شدند، اما خواهش پهلوانا واقعا به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. روز خود دولت از دهه پردارک محمد غفران از صاحبان میدان غیرت می پهلوانا غیرت کنید. بس همه پهلوانان همه مهمانان میرسانیم که برادران ما همدیاران ما از اساسیت خواجگی دهقانی زرافشان با اخلاص بلند با یک صمیمیت تمام مردمی که امروز در اینجا نشستند دعوت میکنم برای پگاه جشن نوروزی در اساسیت خواجگی دهقانی زرافشان منطقه یکم. از طرف سید مقیم سید 200 سومانی برابر برای هر دو پهلوانا معلومات واقع میشوند. یک جواب تشکر میگم برای اکبر سید مقیم. 100 سومانی دیگر برای خزینه سالی نوی وارد میشود. واقعا کمیته تشکیلی برای برادر سید مقیم سید یک جان از سپاس میکند. خداوند همیشه تن صحت شما را نگهبان باشد، دولت شما را زیاده کند، از تمام چیز شما را نگهبان باشد. واقعا حالت انگیز است که از طرف یکی از فردانی که با کیسه خود قهری بودند حاجی مقصود اشور 100 سومانی مجبورکی برای گشنیده زیبای محمد غفران. من واقعا یک دقیقه وقت معذرت میخوام محمد غفران برای حجام بده برای دامادشان که خطا فرموده است، هیچ گم ندارد. از رحمت برای حاجی مقصود اشور واقعا فردی زیبای زیبنده ملت. پهلوان غیرت یک دقیقه برای شما بخشیده شده است. دوستان گرامی پهلوان عزیز گشنیده زیبای شما را داور درجه بین الملل فرد شناخته دیار که پرچم تاجیکستان همچون ورزشگر و همچون داور معرفی میکند حاجی مقصود اشور معرفی میکنند. شریزان مرحمت. نم نمی باران مرا چون گیری طفلی نشان میشویم با علیه مادر چو روز ما کلام. بازی درنگ استفاده میکنم. خوشبگیری هستند و خودی انوشا به زندگیان یعنی زندگی خوب و آسایشته داشت باشد آماده میدانداری هستند. واقعا انوشیروان به هم معرفی نیاز ندارد. موافقه کار وظیفه که من به منطقه های مخصوص سفر میکنم همه از گشنیدهای زیبای انوشیروان حدس میزنند. آماده گشنگیری هستند. من هم از میدان خالی نمانم.
حالا که از طرف ظریف جان میره برای گشنگای زیبای انوشیروان 50 سومونی. از طرف نوروز روزبای نوروز جان 100 سومونی دیگر 150 سومونی. من ایمانی کامل دارم که انوشیروان با دقت خانه من گوش بکنن. میره ظریف جان 50 سومونی. نوروز یکی از اولاداتون 100 سومونی برای گشنگای زیبای شما آماده کردن. پهلوانو مرحمت دهه پردارک اساساس های دوستی میمونه از جبار رسول شهر ایسترافشان زیرا انوشیروان پهلوانی هست که تمام اصول های گشنگی کمربندی را خوب میدونند برای شما معرفی میکنند. توفه برای خوب آزمایی 1 سال سرکه 150 سومانی مبلغ در صورت پیدا نشدن حریف 1 دقیقه وقت جاشنش والدت برای انوشیروان پهلوان میشود. شریف جان مرحمت. این جهانی گذرا از ما نیست، وقت هم سفران از ما نیست، آمدن را همه رفتن بی پی است، غمی تن چیست که جان از ما نیست. شاوبیت ها از قوت دولتند. برای قوت دولت اصل ما از تاب هر شاهنامه دارد قوت، شیر قوت با او را دارد همه چون لذت، ملت را از جنون خودکشی آور بهوش، شهترش چون از تبوسم و آسیانش دولت. سلام علیکم. صدامجان آماده گشنگی هستند. واقعا سفرف از جمله پهلوان‌های سفرف هستند که در همه نوروزی‌ها خوب آزمایی میکنند. داور پهلوان شناسی خلیفی سفرف پهلوان عظیم و از خواجگی دوستی با هم خوب آزمایی میکنند. پهلوان‌ها یک داور گوشندازه گردی انوشیروان برای گشنگی زیبای سفر 50 سومانی از طرف یکی از شفاکاران اصیل دیار وارث حقیقی سینا اکای ملاحسین 50 سومانی برای گشنگی زیبا. دوستان گرامی، من با یک افسوس بسیار بلند به سمع همین شما میرسانم. هرچند روزی نوروز خواستنده است. یکی از پاکترین انسان‌های دیار حاجی خانه خداوند زاهدی خانه خداوند شادروان حاجی سید میر آخونов هرچند که در قید حیات نیستند این نوروز با ما نیستند، اما روی آن کس نامی آن کس همیشه با ما است. 500 سومانی از طرف شادروان حاجی سید میر آخونov وارد خزینه نوروزی می شود. از درگاه خداوند خواهش میکنم که قبرشان یکی از روضه های جنت باشد و همیشه روحشان شاد باشد، عائلهشان آباد باشد. در این خواهش حکم داوره گوش میکنیم. صدامجان سفر و غالب آمدن مرحمت توفه غالب میکنم و برای خلیفشان برای آدم بلشان یک جهان تشکر میگوییم. واقعا عائله آخونفا که 2 نفر برادر پای همدیگر با ما نیستند، در دنیای ابد هستند. یکی با مبلغ 500 سومانی و دیگر شادروان سید مراد با مبلغ با 1 سر سرکه خزینه نوروزی ما را غنی گرداندند. باشد که خداوند همیشه در کار فرزندای ایشان در زندگیشان برای که خیر عطا کند. باقی میگردیم بعد گشتیم در مرکز میدان صدام سفر از صاحبان میدان آماده گشتنگیری هستند. میدان خالی نماند. پهلوان وزنی‌تر خواهش میکنیم. خلیفی سفر و پهلوان جمعه پس خواجگی دوستی به عرض پهلوان هم برای کار میکنیم. البته از هر طرف برای ما با واسطه تلفن پیامک ها صدا میرسند که پهلوان شناخته دیار محمد جان میرو در کجا است. البته زندگی است. امروز محمد جان میرو در امارات متحده عرب در پای خدمت دولتی هستند، در پای کار زندگی هستند و البته شاگردای ارزنده آن کس انوشیروان پهلوان، محمد غفان پهلوان، حسن پهلوان و دیگر پهلوان هستند که آداب بلندی محمد جان میرو، گشنگای زیبای محمد جان میرو و همون یک سیمای تاجیکی محمد جان میرو برای من شما معرفی کرده میتوانم. و اینا که
پدر عروسی محمد جان میر حاجی قربان در تشویق هستند، میتوانند که مبلغ‌های خود را مثلا این پهلوان دیگر ایصال کنیم، ما قبولشون میکنیم. تا مبلغ وارد نشود حاجی مقصود تنقید نمیشنود. من برای شما میگم پهلوانا حرکت کنید. پهلوانا غیرت کنید. پهلوانا غیرت کنید. یک دقیقه وقت جمعه از خواجگی دوستی سفر و بسایبان میدان قوا آزمایی میکنند و این یک شعر قوت دولت برای شما اهدا می شود. غیرت کنید. تاجیکستان احتیاطت میکنم. تاجیکستان احتیاطت میکنم از نهالت تا پخالت، از تگرگ و برف باران و شمالت. در تن خود چون رگ و پای میکنم هیچ، کو به کویت را بتاک و شاخ ریشه. ای دیارم تاجیکستانم، حفظ از جان میکنم سنگهایت را چو شیشه. تاجیکستان احتیاطت میکنم. در زیر مفهوم تاجیکستان سرزمینی من و شما است، پهلوان‌های من و شما است. احتیاط کنید پهلوان‌ها. گپ داور استراحت میکنید. به اسبان میدان هستید، سفر واخون هر در اسبان میدان هستید. خواهش میکنم مهمان اختی مرحبا دوباره سه دست رو مول پیچون مهمان سفر خوشنگیری کنید با کشنی. حالا در مرکزی میدان سفر و بسایبان میدان از سلاله سفر و آماده گوشنگیری هستند. خلیفشون پهلوان مومین از خواجگی دوستی با خوب آزمایی میکنند. واقعا بنده که در چندین نوروزی ها راه بلدی میکنم، مومین ها نیز یکی از شجره های شناخته دیار هستند. در چندین نوروزی ها عائله مومین ها با یک سیمای زیبای تاجیکانه با یک گوشتنگای زیبایشون میدانداری میکردند. باشد که این پهلوان نفروسته نیست، از همان سلاله باشد و جشن نوروزی امروز ما را پررنگ پای کنند. به گپ داور گوش میاندازیم و تیز بای فاقه بره سفر به گپ داور گوش میکنه. ما مردم این کشوری در اوج و براریم، یک ذره هم از دشمن خود ترس نداریم، لیکن همه چون یک دل و جان صلح شکاریم. ما ضد خزانیم و طرفدار بهاریم. ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است. ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است. مهر دل و آبادی هر خانه عزیز است. آسودگی و کار دلیرانه عزیز است. هر یک قدم خود به همین گونه عزم سپاریم. یک دقیقه پهلوانا تیز حرکت کنید. از طرف داور تیز برای شما محدودیت وقت. خوب که داور گوش میکنیم. سفر از صاحبان میدان غالب آمدن شکلی زیاد میگیم برای مومن، برای آدابی بلندشان. صلح است چنان قلعه پرقدرت محکم. حالا حریف سفر پهلوان احمد و خواجگی دوستی خوب آزمایی میکنند. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. انا برای گشتنگ‌های زیبای سفر یکی از فردانی برومند دیار، یکی از فردانی که پیر روحانی بنده هستند، همیشه در پای آبادی هستند و ترغیبگری طرز حیات سالم خصوصا ورزش هستند. حاجی عبدالاحد ماشاءالله. همین گشتنگ زیبا برای خاطری تشریف شما هستیم. سفر غالب آمدن یک جان تشکر میگیم برای سفر برای این گشتنگ‌های زیبایشون. و با طرفی پیر خرد حاجی عبدالاحد جمعه 100 سومانی وارد خزینه نوروزی می شود. با یک فاتحه بسیار مخصوص باشد که این 100 سومانه خزینه تاجیکستان است. خزینه نوروزی راه همیشه در تپش باشد که روی به افزایش باشد و به آدم میگن که روی نورانی ببینم خاطرم بر سر از خورشید نورانی شود. نورانی انسان از دل پاک از خدمت برای ملت و میهن است. همیشه صاحبان سلام باشید. حالا در مرکز میدان حسن جان سفر و صاحبان میدان
آماده گشتنگیری هستند و از طرف برادر گرامی سید مقیم سعید 100 تومانی واردی دست ما شده است. این امانت است. یک پهلوان داشتند با نام مخصوصی محرمانه شنیدر. این 100 تومانی برای انسان است. اگر پهلوان ها مرحمت حسن جان سفر از شاگردان با وفای محمد جان میر با آماده گشتنگیری هستند. واقعا حسن جان سفر پرچم تاجیکستان در جمهوری ازبکستان در جشن نوروزی که در چارشو شده بود خیلی خوب معرفی هم کرده بودند و چهره زیبایش را توسط سیما هم از نشان کرده بودند. دوست است که میدان داری کنند. من میدان خالی نماند. برای حریف غلبه نصیبی سفر باشد. ها در مرکز میدان میر از صاحبان میدان آماده گشتنگیری هستند. Schneider, این کسان حریف شنیدر قربان فستن مرحمت 100 تومانی. بعد خواهش میکنیم دیگر همخه تکرار نشود. ما از این نوفهمیده اعلام کردیم پهلوانی که به خواهش کنیم همخه دل داشته باشن برون گشتنگیری کنن. مرحمت قربان شادبک شنیدر شما را منتظر است. 100 تومانی برای شما مبلغ گذاری شده است. دوباره وقت جدا کنید بابا اگر برونسادی هم مرحمت قربان شادبک حالا در مرکز میدان این یک لحظه دمگیری می شود. هم بالا از رکلم پایین میگن قربان شادبک قربان شادبک با شنیدر تمامی اصول ها تمامی محاضری که دارن قوا آزمایی میکنن. البته از طریق کمیته تشکیلی یک توفه یک باره 2 تا چایجوش برای آنها جدا شده است و 100 تومانی دیگر از طرف برادر سعید و سعید نیمان از درگاه خداوند برای سعید و سعید نیمان. آنچه که در سعیدی خوبی است تمنا میکنیم باشد که همه خوبی و نوروزی نصیب همین عائله باشد، نصیب همه مردم خواجگی دوستی باشد. بیا ای کاکل افشان مخملی گل پوست مشا دیارم فضیلت های تو چون سنگ های کوهستان نرم دل شیر مردانم سعادت های بے پایان تو رنگ ریز وحدت آفر خوشی ما جست و خیزی مردمانت ننگ آفر چون عقابی پرفشانم چون عقابی پرفشانم سپاسالاری تاجیکم چمنساری تو هستی. هزار رحمت که امروز وقتی ما را خوش کرده در این قوازمایی که داوره میگیریم شنیدر غالب آمدن 100 تومانی و توبهش رو سپارید و برای یعنی گشتنگاه زیبا که یک لحظه دمگیری بود گفتمیم شنیدر عجب صحفه منقش کردی ای وقتی تو خوش که وقتی ما خوش کردی استراحت میکنن. محمد میرف میدان داری کنید.